मैं जानी तो बस इतना ही जानी दिल ढूंढता है राह क्या ओ दिल ढूंढता है राह क्या तू है कैसे रंग लाई कैसी तरंग लाई कैसी उमंग लाई अब कोई क्या कहे मैं चली तो झूम उठी जिंदगी मैं चली तो जाग उठी रोशनी मौसम नया नई नई हवाएं हैं मैं हूँ नई नई मेरी अदाएं हैं زود باشین عجله کنین بچه ها. بعد از اینجا قراره کجا بریم؟ تو چقدر عجولی دختر. با هم دیگه سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می کند. فرانسیس معمولش چقدر است؟ 40 کیلو. نمونهش رو ببینم. نمیخوای این نرخو بدونی؟ من که نمیخوام ازت بخرمش. یعنی چی؟ به زور میگیرم. یه نگاهی بهم بنداز. فکر کردی قراره بستنی از دست بچه بگیری؟ فراموش کردی با کی طرفی؟ پس چرا دیگه نمیخندی؟ خندم نگرفت، غصه‌ام گرفت. غلط کردم فرانسیس، غلط کردم. من نمیتونم این محمول رو ازت بخرم ولی تو فروشش کمکت میکنم. اگه بازم بخوای برام زرنگ بازی در بیاری جون سالم در نمیبری. فقط 2 روز به مهلت بده، ترتیب همه کارا رو میدم. سلام برادر ویجی، این فرانسیسه. بهت گفتم برام نون بیاری، پس چی شد؟ خیلی خوب، آروم. معموله چقدره؟ 40 کیلو. چی؟ 40 کیلو؟ فقط کله گنده ها میتونن همچین معموله رو بخرن. میتونم تو رو به یکیشون معرفی کنم. مطمئن باش هرچی تو بخوای تو مدرن مال برات فراهمه. فقط باید بری مستقیم سراغ طرفت.
Excuse me. आपका नहीं है? तुम्हें भी ये बात पता है? چهل کیلو نرخ چقدره؟ اگه همشو برداری 10% هم تخفیف میدم. الان محمول کجاست؟ مرز 50. در مورد پولش حرفی نیست، ولی برای جابجایی فقط یه نفر هست که بهش اعتماد دارم، چیما. ولی اون کجا میتونم پیداش کنم؟ چیما تقریبا به هیچ کی اعتماد نداره. هر که قدش بیشتر از 1 متر و 80 سانت باشه برای اون پلیسه. اون همیشه مسلحه. از شلیک کردن بین مردم هم هیچ ابایی نداره. صبر کن. تو این اطراف زندگی میکنی؟ بگو ببینم اسمت چیه؟ علاقه ندارم باهات حرف بزنم. پس ضرورتی نداره اسممو بهت بگم. چیما؟ ببخشید. قربان من خونم همینجاست. اگه بخواید میتونید تماس بگیرید تا مطمئن بشین. شماره‌م هم 267 703 415 است. آقا شماره‌تون به درد من نمیخوره. شما از ورود ممنوع رد شدین و این کارم غیر قانونیه. सर मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई. मुझे बैरिकेड को नहीं छोड़ना चाहिए था. सर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा. लड़की के सामने हीरो बनता. देखिए सर, कोई हीरो नहीं बनता. मुझे जल्दी घर जाना है. सर बोला ना गलती हो गई, अब जाने दो ना. अरे कैसे जाने दो? قربان من این خانم رو میرسونم و دوباره برمیگردم اینجا. حد اکثر تا 30 دقیقه دیگه اینجا. خب لابد انتظار داری تا اون موقع منتظرت بشینم نه؟ लेकिन सर अरे पेपर दिखाओ जाओ ना. लाइसेंस दिखाया. شما که گواهی نامش رو دیدین، فقط میمونه برگ بیمش که میشه یکی از دوستاشه. یعنی اون برگه اونقدر سنگین بودن که نمیتونستی با خودت حملشون کنی؟ اجازه بده مثل ما اینکه قوانین و مقررات برات مفهومی ندارن. اگه قرار باشه هر کی بیاد همینطوری بفرستیش بره که نمیشه. قربان سلام قربان. مشکل چیه؟ قربان اونا از ورود ممنوع رد شدن و سعی داشتن فرار کنن. تو اسمت چیه؟ راجا قربان. من قبلا شما رو دیدم. ACP یاشواردان از ماموران ویژه. قربان من با آستا کار میکنم. من سال گذشته شما رو در برنامه مبارزه با اعتیاد دیدم در جوگشواری. یادتون نمیاد؟ تو اسمت چیه؟ مایا. آدرس؟ پلاک 501 کوچه سایسودان سایبابا گورگانیست. چرا دفعه پیش آدرس بهم نگفتی؟ در ضمن مدارک موتورم همراهشون نیست قربان. دارید از کجا برمیگردین؟ رفته بودیم تئاتر ببینیم. چه نسبتی با هم دارید؟ دختر عمومه قربان. دختر عمو یعنی چی؟ یعنی دختر برادر پدرش. فهمیدم. الان دیر وقته. پا شدی با دختر اومدی بیرون، مدارک موتورت هم نیاوردی، از ورود ممنوعی عملیات خطرناک پلیس هم رد شدی. تو چه جور فامیلی هستی؟ یه پسر عموی احمق؟ متاسفم قربان. خیلی خوب. بذار برم. اطاعت. ممنونم قربان. بریم. یادت باشه بقیه بیمه و مدارک همیشه باید همراه باشه. قربان این دفعه اولیه که فراموش کردم اونا رو با خودم بیارم. به هر حال این خلافه. بهتره رو ظاهر آدمو قضاوت نکنی. چی؟ از من میترسی ولی با این پسری به ظاهر ساده از ورود ممنوعی پلیس رد میشی. جالبه.
میدونی مار اگه اینجا نمیگرفتمت بعد از این باید نماد فروش میشدم. سازمان مبارزه با مواد مخدر هند. قربان یاش چی شده؟ مورس آدمای جدید رو بهت داده؟ نه قربان. خب پس برای چین همه عجله داشتی؟ میتونستیم فردا صحبت کنیم. یه خبرچین جدید داریم. چه کاری ازش برمیاد؟ من در مورد همه چیز بهتون اطلاعات میدم. सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से चालू करूंगा, फिर एलएसडी, हेरोइन. بعدش میرم سراغ LSD، هروئین و بعدش هم کرک. و مقدارش؟ اونس، گرم، کیلو. ये सब छोटी छोटी क्वांटिटीज भूल जाइए. बस इतना समझ लीजिए कि मुंबई के अंदर माल आना बंद और मुंबई से बाहर माल जाना बंद. تنها راهی که میشه جلوی نفوذ این مواد گرفت تشکیل یه تیم کوچک ولی کارآمد و تاثیرگذاره که اطلاعات پس از دریافت به سرعت تجزیه و تحلیل کنن. تو چه معرفی میکنی؟ اتول کالسکار. اون به داشتن عکس‌العمل سریع و کاربردی معروفه. در ضمن تا حالا در اثبات محکومیت تعداد زیادی از قاچاقچی‌های مواد مخدر به من کمک کرده. الو؟ دیگه کی؟ یه نیروی جوان تازه نفس ماهیش پاندی. چطوره؟ ماهیش شبیه فروشنده ها شدی؟ प्लेन टी शर्ट और जीन्स में क्या प्रॉब्लम है? रचना एनसीबी है, तुम्हारा कॉल सेंटर नहीं है? اون یه نیروی خیلی خوبه. منم یه پیشنهاد دارم. کمی چند خوبه. ولی در مورد شناسایی آدم و خطوط ارتباطی هوش و ذکاوت فوق‌العاده‌ای داره. کاملش سوانت؟ अच्छा हुआ सब नंगे ही मिले. خب انتخاب خیلی ساده تره. حالا همگی آماده آزمایش خون ادرار هستین؟ بچه یاش مسئول اصلی عملیاته و همتون مستقیما از یاش دستور میگیرین. من در مورد چارت گنگ بهتون اطلاعات میدم. باید 4 گروه اصلی رو تحت نظر بگیریم. کار بین این 4 گنگ تقسیم شده. یکی از گروه‌ها کارش مربوط به اسیده. ناظر اصلی سازنده مواد شیمیایی در لابراتوارهای تهیه مواد مخدر 1 نفر بیشتر نیست و بدون اجازه اون هیچ موادی در لابراتوار درست نمیشه. این گروه با یه سری راننده‌ها و پخشکن‌های عمده در ارتباطن. اونا مواد مورد نیازشون رو کم کم از کارخانجات مواد شیمیایی می‌دزدن و برای تبدیل به لابراتوار میبرن. محل استقرار اصلی این گروه گوچ و رهبر اصلی گروه کنوار. اسم واسطه‌شون هم دار میشه. انیدریک اسیتیک به تنهایی مواد مخدر نیست، بلکه ماده اولیه تولید ماندراکسه که به وسیله اون هروئین از تریاک جدا میشه. درمش من نه تو رو میخوام نه 15 لیتر تو، من کنوار رو میخوام. کدوم کنوار قربان؟ جوابت اشتباه. وای قربان اون اشتکی رو بعد از اینجا توی دهکده مرزی به نام بالیه. کنوار تمام فعالیتش از اون چه هدایت میکنه قربان. LSD بزرگترین کارخونه تولید کنندش در گواست. تولید کننده هاش، تامین کننده هاش و دست فروشاش همه خارجی هستند. یه گنگ اوکراینی تمام شاخه‌های خرید و فروش و تولیدش رو در دست گرفتن. اونا حتی به خودشون هم اعتماد ندارن. اسم رئیس گروهشون هم برونر. موجین گوا. بخش اعظم هروئین بمبئی از مرز پنجاب وارد میشه. مرز پنجاب. رئیسشون یه قاچاقچی معروفی که سالهاست در زندان جلندر زندانیه و از داخل زندان همه چی رو کنترل میکنه. آجی کامان. آدمای اون محموله رو به مرز هندوستان میرسونن.
یه قاچاقچی هروئین که یکی از جنایتکارای معروف هنده. پامی و راجیندر 2 نفریه که مسئول گرفتن و بردن محموله به بمبئی هستند. اونا در تمام بخش‌های دولتی گماشته‌هایی دارن، بین سیاستمدارا، مامورای پلیس. هر جا که برن یه رابطی برای خودشون دست و پا می‌زنن. زندان جلنده. دیگه من پلیس هم کی هروئین میاره بمبئی؟ چه هروئینی قربان؟ با هم شوخی میکنیم مگه؟ قربان من اشتباه گرفتم. قربان قربان رحم کنی، خواهش میکنم به حرفم گوش کنی. بهتون میگم راجینده رو پامی کجا هستم بهتون میگم. کجا داری در میری؟ وایسا ببینم. قربان مگه من چی کار کردم؟ چی کار کردی؟ سلام، هیماچال پرادش، اصلی ترین شرکت تولید دارو که مواد اولیه ماندراکس رو تهیه میکنه تو سولانه. بخش اعضای ماندراکسی که در بمبئی وجود داره از کارخونه‌ای در سولان تهیه میشه. مدیر اون کارخونه شخصی به نام مهیندار سینگ، معروف به مونتی. گوا، پنجاب، گجرات، هیماچال پرادش. وگرنه شلیک میکنم. گفتم ساکت چی؟ خواهش میکنم شلیک نکنم. من تیراندازی نکنی، خواهش میکنم. گانوار، وقتشه در دکونتو تخته کنی. جناب مأمور ویژه. سلام. سلام. مایا هستم. میشناسم، اسمت یادمه. راستش اومدم ازتون عذرخواهی کنم. मैंने 3 बार आपसे नॉन स्टॉप बदतमीजी की. اصلا تصورش هم نمی‌کردم که پلیس مبارزه با مواد مخدر باشین. فکر می‌کنم تو عملیاتتون کاملا موفق بودین. قیافتون خیلی شبیه خلافکاراست. از تعریفت سپاسگزارم. मतलब कभी-कभी जब आप लगना चाहते हैं. आपका एंकलेट वापस करते समय नहीं लगना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली लगा। वो तो मैं एंकलेट का बहाना बनाकर आपका नाम, पता, सन साइन, एड्रेस यही पूछने आया, राइट? नो 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 सर,
راستش اولین بار بیرون مدرسه دیدمتون که داشتین یه نفر رو میزدین. خب من گیج شده بودم. اون یه مواد فروش بود. میدونم. منظورم اینه که بعداً فهمیدم حتما یه کار اشتباهی کرده بوده. أنا أشويهم أنت भी वाले जेब में पाया लेके नहीं घूमते. خب بگو. چیو؟ مگه نیومدی ازم معذرت بخوای؟ من متاسفم. منظورم اینه که خیلی خیلی متاسفم. عذرخواهیت پذیرفته شد. اینجا چیکار می‌کردی؟ بچه‌های مدرسه ما قراره تو تالار اینجا نمایش اجرا کنن. یه چیزی هست که هیچ وقت نتونستم به ترس از اون غلبه کنم. ترس حضور روی صحنه. ولی بچه‌ها به راحتی اون انجام میدن. بچه‌های شجاعی هستن. خداحافظ. خداحافظ. سازمان مبارزه با مواد مخدر. چی شده ماهیش؟ پس چرا لباس مخصوص عزادارا رو نپوشیدی؟ چطور مگه قربان؟ مگه نمیدونی امروز قراره جسدا رو بسوزونیم؟ بر طبق اطلاعات آروین ما کار همه گنگا رو یه سره کردیم. یاش به نظرت آروین خبرچین قابل اعتمادیه؟ من اطلاعات جالبی راجع به آروین کسب کردم که باعث تعجبم شده. پیشینه‌ای در رابطه با مواد مخدر نداره. آروین برای شرکت ورشکسته این نرم افزار در آندھرا پرادش کار میکرده. معمولاً هم برای مأموریت میفرستادنش به کشورهای دیگه، آمریکا، سنگاپور، دبی. پسرش به دلیل نامعلومی در دبی میمیره. به من گفته بود پسرش اووردوز کرده. چطور ممکنه یه آدمی که تا به حال هیچ ارتباطی با مواد مخدر نداشته بتونه یه همچین اطلاعات دقیقی بهمون بده؟ شاید به خاطر مرگ پسرش دنبال این اطلاعات بوده. قرآن پلیس همه گنگای مزاحم رو از سر رامون برداشت. همه چی مطابق نقشه ویشنو پیش رفت. کارش خیلی درسته. حالت چطوره ویشنو؟ خوبم آنا. آروین کاریو که باید انجام میداد درست و کامل انجام داد. حالا وقتشه که بیای پیشمون. میام آنا. خیلی زود میام. مومباسا، کنیا. الو؟ آقای یاشوردان؟ بله بفرمایید. شما؟ مایا هستم. نه امیدوارم مزاحمتون نشده باشه. بفرمایید. माया, you remember, right? डांस और ड्रामा कैसे भूल सकता हूँ? یه مشکلی پیش اومده.
خیلی معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. اشکالی نداره. راشنی، اون یکی از بهترین کمک مربیای ماست. سلام راشنی. سلام آقا. مشکل چیه؟ راشنی در سانجینگر زندگی میکنه. یه گروه پسر جوان اونجا هستن که هر از گاهی براش مشکل درست میکنن و مزاحمش میشن. در ضمن تهدیدش کردن که اگه ازشون شکایت کنه رو صورتش اسید میپاشن. احساس کردم باید یه جوری ازش حفاظت کنم. ولی نمیدونستم چه جوری باید این کارو بکنم. برای همین به شما زنگ زدم. همشون اونجا کنار دکه چای فروشی نشستن. پاشو برو سمت خونت. آخه نگران نباش. فقط برو. سلام مادر ترزا. خواهش میکنم بذاریم فکر کردی به همین سادگی میتونی بیای از اینجا رد بشی بریم؟ هیچ اتفاقی هم نیفته ها؟ همینجوری راتو کشیدی و داریم میریم. मुझे छोड़ दो. बात करके टाइम खोटी होने को है. وقتی اسید پاچیدم تو صورتش حالش میشه با این طرفا راشی. بارا जा. एसिड की बोतल लेके आ. नहीं प्लीज ऐसे मत करो. नहीं 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 करना पड़ेगा. नहीं خواهش میکنم. بالاخره باید یه جوری حرف حساب آلید بکنیم یا نه؟ तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ. चल जल्दी. ऐसे मत करो प्लीज. من الان همه چی آلید میکنم. مطمئنم باورت نمیشد که ممکنه یه روزی همچین بلایی سرت بیاد. فهمیدی؟ الان همه چی آلید میکنم. آها الان میپاچم اسید تو صورتت. آها تو صورتت. او چیه بچه؟ فکر میکنم بابا پلیس باشه. نه قربان خواهش میکنم. ما فقط داشتیم شوخی میکردیم. قربانی این که اسید نیست که، فقط یه شیشه آبه. میتونی خودتون امتحان کنی. خواهش میکنم. داشتم باید شوخی میکردم. این اسلحه است ولی فشنگ نداره. यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए. Yep. या. सर सच में एसिड होता तो? मुझे टपोरी को देखते ही उसकी औकात का अंदाजा हो जाता है. फिर भी एसिड होता तो चेहरा जल जाता. ऐसा सोचने से भी डर लग रहा है मुझे. और आपने इतना कैजुअली बोल दिया. थैंक गॉड नहीं था. بمبئی دادگاه عالی. بله آتور. همین الان رسیدیم. الان پایین ساختمان هستم. باشه خداحافظ. جناب مأمور ویژه. سلام. سلام. من تو کافی شاپ با دوستم نشسته بودم که شما رو دیدم. دوست داری به ما ملحق شیم؟ متاسفم من الان گرفتارم. ما یه دادرسی مهم در دادگاه داریم. خب بعدش که کارتون تموم شد بیاین. ما منتظرتون میمونیم. این شکوفای روز کی رو تنه خشک درخت ثبت شده؟ نمیدونم کارم کی تموم میشه. نمیتونم قولی بدم. لطفا منتظرم نباشین. بریم پیش دوستتون. باشه؟ باشه. خداحافظ. خداحافظ. فکر کنم از این به بعد ما هم باید بهش سلام بدیم نه؟
خدای من. ماهش کاملش زود باشین عجله سر را بریم کنار. کاملش بگو ماشین بیارن. زود باش آریش برو ماشین بیا زود باش. همه برو. جناب مأمور ویژه، حالتون چطوره؟ من باید این سوال رو بپرسم. من پرسیدم که دیگه شما نپرسین. هیچ وقت نمیتونم خوب دروغ بگم. عجب دردی داره. نگران نباش، حالت خوب میشه. میرم دکتر رو صدا کنم. منو به خاطر از دست دادن دادرسیتون سرزنش نکنین. اگه قبول کرده بودین با من به کافی شاپ بیاین، دیگه قاطی عملیات نجات مایا نمیشدین. نگران نباش، ما دادرسی رو بردیم. لازم نیست انقدر جدی باشین. داشتم شوخی میکردم. من داشتم شما رو نگاه میکردم. به خاطر همین متوجه اون ماشین نشدم. بفهم. متشکرم. میتونیم بریم قربان. ببینم چجوری پینت تو کردی مایش. خط آستینات خربوزه قارچ میکنه. ای بابا باز شروع شد. یاش دوباره رفته بیمارستان. یه چیزو میدونی پسر خوب، آتور و سواتی با همدیگه ازدواج کردن. تو و راشنا هم با همدیگه ازدواج کردین و من و یاشو تنها گذاشتیم. حالا هم که یاش از صبح تا شب تو بیمارستانه. خب چرا خدا یه دستی به سر گوش ما نمیکشه؟ شاید به خاطر اینه که رنگم یکم تیره است. ولی یاش دیگه رفتنیه. نه قربان، یاش اینجوری نیست. ولی به نظر من دختره عاشقشه. میدونی منم توی یه همچین ماجرایی بودم. یه دختری که تصادف کرده بود و سوار ماشین کردم و رسوندم بیمارستان. ولی به محض اینکه رسیدی بیمارستان شوهرش هم اومد. به زودی عروسی افتادیم. همین روزاست که حلقه ازدواج بره تو دست یاش. پاسپورت بیمارستان گرفتی؟ چی؟ هیچی. آخه همش بیمارستانی. گفتم شاید بهت پاسپورت اختصاصی دادن. سواتی، من همش 2 بار رفتم بیمارستان. شایدم عاشق شدی. حالا اشکال نداره ولی بهتره رو کارت متمرکز شی. بس کن سواتی، تقصیر من بود که اون تصادف کرد. برای همین میرم دیدنش. خیلی ناراحت کننده است. ماهیش یه چیزایی گفت من باور نکردم، ولی حالا که خوب فکر میکنم نمیدونم. مگه چی گفت؟ خب میگفت وقتی مایا رو میبردی بیمارستان یه چیزایی از چشمات میچکیده بیرون، انگار چشمات خیس شده بودن. راست میگفت؟ من یادم نمیاد. من واقعا نگران بودم. ای ترسو، فکر کردی اگه یه ذره رفتار انسانی داشته باشی از مردونگیت کم میشه. نگران بودم. میدونم که فقط 2 بار رفتی بیمارستان ولی مدام هوش و حواست اونجا بوده. چرا قبول نمی‌کنی؟ چرا نمیخوای قبول کنی که عاشق اون دختر شدی؟ عاشق؟ سواتی، من تو بعید میدونم دیگه اون دختر رو ببینم. एसीपी सा कॉलेज में मेरा एम्बिशन था एक फ्रैक्चर तो हो जाए, छोटा सा हेयरलाइन यहाँ लेफ्ट आर्म पे, मस्त बॉयज का अटेंशन सिंपैथी। पर एक्सीडेंट लेट हुआ, रॉन्ग टाइम रॉन्ग साइड रॉन्ग लिप। फिर भी आई लाइक इट। सबने कोई ना कोई क्यूट मैसेज लिखा। यू वांट टू ट्राई योर हैंड?
एसीपी सर, कोई प्रॉब्लम है? I mean, आजकल हर कोई आता है तो टेबल पे फ्रूट्स बुकेज रखता है, but this is special. Thank you for the gun, ACP sir. Just joking. ACP sir, आप हर लड़की के साथ इतना awkward फील करते हैं या मैं कोई स्पेशल केस हूँ? नॉर्मली जिन लड़कियों से मिलता हूँ वो कैरियर्स, पेडलर्स, यूजर्स या इन्फॉर्मर्स होते हैं और मैं उनके साथ काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ। ओह, तो मेरे नॉर्मल होने की वजह से आप अनकंफर्टेबल हैं? नहीं, मैं अनकंफर्टेबल इस चेयर की वजह से हूँ। चेयर की वजह से? हाय दीदी। हेलो। एसीपी यश। मैं चाय बना के लाती हूँ। रिवर्स केस। आपकी दीदी मेरे साथ काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। सर डोंट माइंड, पुलिस वालों के साथ हर कोई अनकंफर्टेबल फील करता है। We're normal people. We're normal people and I'm a normal person. तो आप नॉर्मल हैं। ये तो टाइम ही बताएगा आप कितना नॉर्मल है एसीपी सर। ویشنو نمیتونم بگم چقدر دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور برادر. دیگه بیشتر از این نمیتونستم دوری از تو رو تحمل کنم. بیا بریم. واقعا خوشحالم که برگشتی ویشنو. خب نقشه بعدمون چیه؟ میدون خالیه. دیگه رقیبی هم وجود نداره. همه چیز رو به بالا پیش میره و ما کارمون رو شروع میکنیم. همه ی هندوستان رو تحت کنترل میگیریم. فقط یه مشکلی وجود. چه مشکلی؟ نمیدونی تو این چند هفته حوصله‌ام چقدر سر رفته. هیچ کار نمیتونم بکنم. تلویزیون که هیچ برنامه جذابی نداره. دیوارام هرچی بهشون نگاه میکنی رنگشون عوض نمیشه. اینم از آخر هفتم. تصمیم گرفتم برم پانچکانی. दीदी के घर उन्हें मिस कर रही हूँ. جناب مأمور ویژه شما با هم میای؟ कब जा रहे हो तुम यश? नहीं जा रहा. अरे चला जा रिसेप्शन पे बुलाएगी ना तो पछताएगा. चलेगा, खाना खा के आ जाऊंगा. अरे यश मैं क्या कह रहा हूँ, देखो कुछ काम तो खास है नहीं यहाँ पे. हो आओ, छुट्टी हो जाएगी. I love you अतुल. You too, Brutus. चाहिए सर जी, अब तो जूनियर भी बोल रहा है. गो यश. अरे नहीं जाना है मुझे. चुप रहो तुम दोनों.
ना तू बताए ना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना, तेरी है तमन्ना मेरी बने तू, मुझको भी है बस तेरा बनना। जान के हम अनजान है कैसी है ये कहानी, अरे हो न क्यों हैरानी, जो प्यासे है क्यों पीते नहीं पानी। ना तो बताए ना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना, मेरी है तमन्ना तेरी बनूं मैं, तुझको भी है बस मेरा बनना। जान के हम अनजान है कैसी है ये कहानी, अरे हो न क्यों हैरानी, जो प्यासे है क्यों पीते नहीं पानी। जब दो दिलों का कहना है अब साथ हमको रहना है, जब दोनों दिल धड़कते हैं तो क्या है मुश्किल। बस इतनी सी शिकायत है, चुप रहने की जो आदत है, छोड़ो कभी तो तुम कह दो जो कहता है दिल। जो धड़कन में सांसों में एक राज है छुपा, आ दुनिया से कह दे हम मेरे साथ आओ। ना तू बताए ना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना, तेरी है तमन्ना मेरी बने तू, मुझको भी है बस तेरा बनना। जान के हम अनजान है कैसी है ये कहानी, अरे हो न क्यों हैरानी, जो प्यासे है क्यों पीते नहीं पानी। हो हम जब मिल गए हैं फिर क्यों ये फासले हैं, पास आके भी हम कुछ दूर से हैं। क्यों झिझके से है दोनों, क्यों ठिठके से है दोनों, क्या जाने हम क्यों यूं मजबूर से हैं। فکر نمی کنم تو تمام دنیا جایی به این زیبایی وجود داشته باشه. تازه اگرم باشه برای من مهم نیست، چون این خونه رو پدرم ساخته. وقتی مامان بابام زنده بودن ما تمام تعطیلاتمون رو اینجا میگذروندیم. अच्छे बुरे कई सारे पल बताए हैं मैंने यहाँ. خیلی دلم میخواست اینجا رو بهت نشون بدم. I had a great time. Thanks. काफी देर हो गई, चले? What? आपसे कुछ बात करनी है. من چیزایی در مورد تو میدونم که هیچ کس نمیدونه. چیا؟ پشت این چهره جدی و بی احساس که تمام مجرما رو حسابی به وحشت میندازه یه قلب مهربون و پر احساس وجود داره. مایا روزی که تصادف کردم اینو فهمیدم. وقتی داشتی منو میبردی تو ماشین و ازم مراقبت میکردی، تمام تلاش تو میکردی که تو این شرایط هر کس جای من بود همون کارو میکرد. ولی آیا تو چشمای اونم اشک جمع میشد؟ من به هوش بودم، همه چیزو دیدم. بعدش آروم آروم از هوش رفتم. البته مطمئن بودم که نمیمیرم. فقط آرزو داشتم وقتی دوباره چشمامو باز میکنم باز تو رو کنارم ببینم. همین اتفاقم افتاد. خیلی مقدمه چینی کردم تا برسم به اصل مطلب. حتی خورشیدم حوصله‌اش سر رفته و داره میره. خیلی خوب، و حالا اصل مطلب. دوست دارم. بالاخره گفتم. نباید داشته باشی. گمونم تقصیر من بود که اینطوری شد. نباید اون گلای روز برات میفرستادم. فکر میکردم با هم دوستیم، چرا باید نوع رابطمون رو عوض کنیم؟ مایا اسم این حس عشق نذار.
حالا دیدی بخوام با اشکام ازت باج سیبیل بگیرم، یا اینکه کاری بکنم که باعث به گناه افتادن تو بشه، یا بخوام زندگی تو خراب کنم. تو تمام دوره آشناییمون حتی یه بارم دستاتو نگرفتم. شاید اگه دختر دیگه جای من بود این کارا رو میکرد، ولی من نکردم. برای اینکه حس من نسبت به تو پاک و صادقانه است. من ازت نپرسیدم که در مورد من چی فکری میکنی، حتی ازت نپرسیدم که تو هم منو دوست داری یا نه. من فقط از احساس خودم نسبت به تو گفتم. یاشواردان، از شما انتظار ندارم که پاسخی به حرفام بدین. برای همینم هیچ سوالی ازتون نمیپرسم. بریم. حق با اونه. چرا فکر کردی یه آدم معمولی هستی؟ نمیتونم تمرکزم از دست بدم سواتی. یعنی یه مامور پلیس نباید ازدواج کنه؟ کارم آشفته میکنه. حتی تمرکز ذهن همکارم از بین میره. خیلی بزدلی یاش، تو ترسویی. بی هیچ دلیلی نمیخوای بذاری یه نفر وارد قلبت بشه. این شجاعت نیست، فرار از موقعیته. ऑडिटोरियम के बाहर दिस स्पेशल خیلی خوب، فردا سر تمرین میبینمتون. خداحافظ. جناب مأمور ویژه، چه سورپرایزی. اومدین منو ببینی؟ کسی دیگه ایرم اینجا میشناسم؟ میخوام با حرف بزنم. ممکنه؟ حتما. حرف زدن با شما همیشه باعث خوشحالی منه. بریم. حدس نزدی چی میخوام بهت بگم؟ قطعا میخوای بهم پیشنهاد ازدواج بدی. واو. پس اولین چیزی که به ذهنت رسید اینه. ازدواج به خاطر چی؟ قیافه، هیکل، قد و قواره. اسم اینا رو میذاری عشق؟ قیافه، هیکل، قد و قواره. به علاوه این که دیدم چطوری برام اشک میریختی. کافی نیست. منظورت چیه؟ تو دیگه از من چی میدونی؟ بعضی وقتا آدما پشت سرم حرف میزنن. وقتی دور و برم هستن صداشون رو میشنوم که بهم میگن چوب خوش کسل کننده، ولی برام اهمیتی نداره. تو هم هر چی بخوای میتونی بگی، ولی من هرگز عوض نمیشم. چرا باید بخوام شخصیت به این دوست داشتنی عوض بشه؟ مگه دیوونه؟ دوست داشتنی؟ پس به نظر تو من آدم دوست داشتنی هستم؟ ببینم اگه نتونی با هم کنار بیای بازم خوشحالی؟ اگه این شخصیت از بین بره و جاش رفتارهای بد بگیره بازم خوشحالی؟ حتی وقتی بهم اخم میکنیم خوشحال میشم. اگه مجبور شدم 24 ساعت سر کار باشم چی؟ اگه نتونستم تلفنتو جواب بدم چی؟ اگه مجبور شدم به محل تمرینات گروهتون حمله کنم اون وقت چی؟ حتی اگه مجبور شدی دستگیرم کنیم مشکلی ندارم. همه چیو میذارم به حساب عشق. تو چی میخوای مایا؟ تو از من چی میخوای؟ میخوام زندگیمو در کنار تو بگذرونم. میخوام کنار تو باشم و خوشحال باشم. میخوام باهات حرف بزنم. گاهی وقتا باهات جر و بحث کنم. फिर तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोया करो. و همینطور که حالا عاشقتم عاشق همیشگیت بمونم. و مثل همه دخترای دیگه میخوام سایه بالای سرم باشی. دوست دارم هر روز تو چشمات خیره بشم و یه روز وقتی برای همیشه چشمو میبندم در کنار تو باشم
این بزرگترین آرزومه. تنها چیزیه که میخوام. دوست دارم. همیشه هم داشتم. از همون اولین باری که دیدمت. ولی نمیدونم چرا دروغ میگفتم. به تو، به خودم، به همه. برای همینم نمیخواستم این جمله رو به زبون بیارم. با من ازدواج میکنی؟ نو نو राहों राहों धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के हैं निशान तुम हम सफर हो तो सब है जैसे हंसी चांद से ज्यादा है जगमगाती जमी प्यार में डूबी सी लगती है हर दिशा ख्वाबों ख्वाबों जागे सोए खोए खोए हम हैं जैसे यहाँ राहों राहों धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के हैं निशान क्या करूं मैं बयां लड़खड़ाए ज़बान हम जो ऐसे मिल गए हैं अब इरादे ही नए हैं तुम ही कहो कैसे ना हो दिल में मेरे ये हलचल हम तो जैसे हैं दीवाने दिल की सारी बातें माने तुम हो जहाँ मैं हूँ वहाँ दोनों हुए हैं पागल कम ना हो दीवानगी अपनी गुजरे यूं ही जिंदगी अपनी दिल जो बताएंगे हम कहते जाएंगे हाँ ख्वाबों ख्वाबों जागे सोए खोए खोए हम हैं जैसे यहाँ राहों राहों धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के हैं निशान ख्वाबों ख्वाबों जागे सोए खोए खोए हम हैं जैसे यहाँ राहों राहों धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के हैं निशान तुम हम सफर हो तो सब है जैसे हंसी चांद से ज्यादा है जगमगाती जमी प्यार में डूबी सी लगती है हर दिशा हर दिशा همه این اطلاعات مزخرفن. فقط این پرونده است که ممکنه به دردمون بخوره. به کمک آروین این 4 نفر تونستن 4 گنگ بزرگ از سر راهمون بردارن. البته ممکن بود آروین اونا رو به سمت ما بکشونه. میتونست برامون خطرناک باشه. برای همینم کشتمش.
ولی این 4 نفر هنوز زنده. من اطلاعات کاملی راجع به خودشون و تمام خانوادهشون لازم دارم. میخوای برای یه شام خانوادگی دعوتشون کنی؟ دیگه رقیبی وجود نداره ویشنو. فراموشش کن. نه نمیتونم. درست مثل یه شیر. منظورت چیه؟ گفتم که شیر همیشه بعد از برداشتن 5 قدم برمیگرده و به پشت سرش نگاه میکنه تا مطمئن بشه کسی پشتش نیست. نقشه ما برای مرگ جلی من در مومباسا و پاک کردن تمام رقبا فقط 2 پله اول نقشه من بود. ولی اگه حواسم روی پله سوم به پشت سرم نباشه ممکنه برگردم و این 4 نفر رو پشتم ببینم. من از قدرت اونا کاملا آگاهم. باید نقطه ضعفشون رو پیدا کنم. خیلی خوب، پس تاریخ ازدواج شد 23 مارس، یعنی یه ماه دیگه باید صبر کنیم. البته اینجوری یه ماه برای خرید وقت داریم. بله. شما چرا اینقدر معذب هستین؟ معلومه که هنوز کنار اینا احساس راحتی نمی‌کنین. فکر نکنین اینا افسر پلیسن چون فقط چند تا مأمور پیش رو افتادن. خب بالاخره تو هم اومدی قاطیه. مرغا چیکار کنم؟ عاشق شدم. میدونم دیگه ضعیف شدم. ای بابا نه یاش، این ضعف نیست. عکسشون رو به دست آوردم ولی متاسفانه واضح نیستن. اونا خیلی مخفیانه عمل میکنن. آتول کالسیکار در ویل پارله زندگی میکنه و متأهله. ماهیش از یکی از شعب مالیات دهلی به اینجا منتقل شده. نامزدم داره، اسمش راچناست. تو مرکز مخابرات کار میکنه. کاملش یکم دیوونه است. مادرش هم در رالیکون زندگی میکنه. و نفر 4 را؟ اون هیچ کیو نداره. در نتیجه نقطه ضعفی هم نداره. تنها بودن من نقطه قوتم بود. 8 سال مثل یه پلیس بی‌پروا که هیچی جلودارش نبود کار کردم. کسی هم نبود که نگرانش باشم یا نگرانم باشه. امکان نداره. هر آدمی یه نقطه ضعفی داره. ولی حالا مایا هست. شاید مایا نقطه ضعف من باشه. ما باید هرچه زودتر نقطه ضعفشو پیدا کنیم. چیزی که راه نفسشو بند بیاره. ویشنو تو باید تو خونه بمونی. تو هتل ممکنه. نه این که من اینجام و فقط ما آدمو میدونن. برای بقیه مردم دنیا ویشنو در مومباسا مرده. حالا که همه رقبامون دستگیر شدن دیگه نباید بازنده بشیم. البته اگه تو زندان نبودن هم انقدر نفع نمیبردیم. برای همین باید یه محموله خیلی بزرگ بفرستیم. چه محموله‌ای؟ کتامین. در چنای 35,000 تا برای هر کیلو میپردازیم. و در کنیا 1 میلیون برای هر کیلو. هر محموله شامل 1 گونی کتامین میشه و در این میان سود ما میشه 100 میلیون. ولی در کنار پول همیشه مشکلاتی هم وجود داره. پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس حسابرسی مالیاتی. ولی درآمد ما فقط پول نخواهد بود. ما به افغانستان انتیدستیک صادر میکنیم و در ازاش ازشون اسلحه و هروئین میگیریم. مقداری از هروئین رو در بازار محلی میفروشیم، بقیه‌اش هم به اروپا صادر میکنیم. و به ازای هروئین درجه 4 که در اروپا میفروشیم، در بمبئی کوکائین دریافت میکنیم. هروئین رو تو مبلمان مخفی میکنیم و به بلژیک میفرستیم. کوکائین هم لابلای چوب و الوار وارد میکنیم. و قدم نهایی پولی که از کاسبای محلی میگیریم میندازیم تو کار ساخت و ساز و به یه درآمد صاف و سالم میرسیم. هیچکی جز من نمیتونه کوکائین تامین کنه. مکان، زمان، پول، همه چی مطابق تصمیم من. کوکائین قربان، نه هروئین. اووردوز کرده. این به این دلیله که خیلی خالص‌تر از چیزی بوده که معمولا این اطراف پیدا میشه. چطور همچین کیفیتی به این سادگی اومده تو باز؟ درجه خلوص هروئین 4 و با قیمت هروئین درجه 3 در بمبئی فروخته میشه.
هروئین سفید به قیمت هروئین قهوه‌ایه. این یعنی بازار تو دست یه توزیع کننده جدیده. دستفروش‌ها هیچ نشونی از فروشنده اصلی ندارن. سیستم خرید و فروش به صورت تلفنیه. اگه کوکائین بخوای، فروشنده اصلی محل، زمان و نرخ رو تعیین میکنه. اونا پولو در یه محل تحویل میگیرن و مواد رو در جای دیگه تحویل میدن. بلژیک، فرودگاه آنتورپ 70 کیلو. کانادا، فرودگاه مونترال 20 کیلو. و همه پروازها از بمبئی بوده. و این یعنی هروئین داره در مرز جابجا میشه و بعد میرسه به دست کاسبای محلی. صادرات هند و کانادا خیلی کمتر از بلژیکه. حتی خیلی کمتر از هزینه حمل و نقلی که برای بردن محموله پرداخت میشه. حق با تو بود. اون نمیخواسته به ما کمک کنه. فقط میخواسته میدان از رقبا خالی کنه. آروین، باید حواسمون رو جمع کنیم. آروین میتونه سرنخ خوبی برامون باشه. تا به حال آروین از این کارت اعتباری استفاده کرده؟ نه قربان، همیشه پولش نقد بود. برای شناسایی چی ارائه میده؟ پاسپورتشو قربان. این آدرس آروین در حیدرآباده. گزارششو به دهلی میفرستم و از اونا کمک میگیرم. آتور کجایی؟ ویشاکاپاتنام. پیداش کردی؟ الان پیششم. تو خونش یه بلیط به مقصد آمریکا پیدا کردیم. یه ویزا برای چند بار ورودم داشته. معلوم نیست چرا به ویشاکاپاتنام رفته. حدس میزنم بهش قول داده بودم بعد از تمام شدن کارش میفرستنش آمریکا. ولی به جاش کشتنش. اون اطلاعات تمام گنگ‌های محلی رو داشته. ما شر رقبا رو اثرشون کم کردیم. حالا با وجود تقاضای بالا و عرضه کم میتونن محموله هاشون رو به راحتی و با قیمت بالا بفروشن. این یه صادر کننده مبلمانه. تامر ماهارا. با این بار 50 کیلو بفرست بلژیک. اینا برگه های مجوز صادراتشن. چرا همه پولا برسه به ردی؟ اینا رو بفرست برای مشتریای بلژیکی. مشتری بلژیکی و مولوان رو نمیخوان. هروئین جاسازی شده رو میخوان. اون نیمکت‌های 5000 یورویی صادر میکنه. همینطور میزای چای 2000 یورویی. اما جالبه که در ازاش الوار وارد میکنه که اصلا به درد کارش نمیخورن. پس چرا باید همچین چیزی وارد کنه؟ اون الوار نمیخره. محموله هایی رو میخره که توش جاسازی شدن. میبینی چطور پلیششون کردیم؟ حتی سگای پلیس هم نمیتونن بوشو شناسایی کنن. کارگاه مبلمان سازی اونا کجا؟ داداش تامر تویی؟ بگو ببینم تنهایی این کارو میکنی؟ یا یه کارشناس خبره بهت خط میده؟ وقتی تو کار ساخت و ساز بودم با ردی آشنا شدم. اون بهم گفت که درآمد سنگ و آجر به اندازه درآمد پودر نیست. پس شروع کردیم به سرمایه گذاری روی خرده فروشی تو مراکز خرید. مثل گوراگون، حیدرآباد. حالا این یه مرکز خرید بزرگ در بمبئی. ژان پیر برای افتتاحیه با خودش کوکائین. و تو اون مراسم ردی کوکائین رو تحویل میگیره. تنها میاد؟ آره تنها میاد. به نظر خوب نمیای یا نه؟ کوکائینا رو ببینم خوب میشم. ولی نه. این بار هم مثل دفعه قبل هروئین رو میدیم و کوکائینا رو میگیریم. اولین بارمون که نیست. همه چی خیلی ساده اتفاق میافته. خیلی ساده و راحت مثل همیشه. من که بهت گفتم لازم نیست بیای. ولی حالا دیگه برگردوندن تو هم کار ساده نیست ویشنو. برو قاطی جمعیت شو. خودت تماشا کن. قرار موقع معامله اونجا باشم. اینجوری راحتاً میتونیم گیرشون بندازیم.
معامله در طبقه دوم انجام میشه، تو مغازه لوازم برقی. دقیقا همونجا هروئین با کوکائین عوض میکنه. تکون نخورید. برید کنار، برید کنار. کار میکنیم من خارجی هم بلم کنیم همینجا نگهش داریم. همونجا باید سریعی. من تسلیمم. تکون نخور. دستاتو ببر بالا. دستاتو ببر بالا. گفتم که تسلیمم. بذارمش رو زمین. من تسلیمم. بذارش زمین. من که دیگه چیزی ندارم. یک کیفم داشتم که پرتش کردم. هیچ پولی هم همراهم نیست. حالا چجوری میخواین حرفتون رو ثابت کنین؟ کی گفته ما میخوایم تو رو دستگیر کنیم؟ یاش آروم باش. یاش آروم باش. ما تامر رو دستگیر کردیم. کیفش هم پیدا کردیم. نمیدونی این آدم چه قدرتی داره. اون یه وکیل استخدام میکنه و رأی هر دادگاهی که بخواد به نفع خودش اون با اسلحه شیراندازی کرد، ما هم بهش شلیک نه می‌کنیم. خواهش میکنم شما پلیسی باید امنیت مردم رو دهنتو ببند. منو دستگیر کنید. دستگیرم تا کنید. الان یه پسر 19 ساله و یه دختر 21 ساله به خاطر کوکائینای وارداتی تو مردن. برام نطق نکن. بس چرا دستگیرم نمی‌کنی؟ شلیک نکن. حواستون به اون باشه. کنار. شلیک نکن. لازم داریم. کنار. برو. میکشمش. میکشمش. نه. پشیمون نیستم قربان. چند تا مجرم مثل ردیری میشه گرفت و بدون دخالت عوامل نفوذی محکوم کرد. شاید اگه شما به جای من بودین میفهمیدین چرا این کارو کردم. شما از بالا به مسائل نگاه میکنین. وقتی اونا در مرکز خرید تیراندازی کردن، مردم بیگناه زیادی اونجا بودن که ممکن بود بمیرن. اما جالبه که هیچ کدوم از اونها در این مورد شکایت نکردن. حتما باید یه نفر کشته بشه تا شکایتی صورت بگیره. دولت الان 20 میلیون روپیه هزینه کرده تا کاسه با آدمکشو بگیره. میخواست 20 میلیون دیگه هم برای گرفتن آدمکش مثل ردی هزینه کنه. ما این کارو با صرف یه گلوله 200 روپیه‌ای انجام دادیم و اگه بازم موارد مشابهی پیش بیاد، من دوباره این کار خواهم کرد. بر طبق گفته ساندرا ردی، همسر آنا ردی و درخواست واسوالچتی، شما میتونستین اونو دستگیر کنین. این حقیقت داره آقای کالسیکار؟ بله قربان.
میتونستیم زنده دستگیرش کنیم. تامر بدون اجازه ما اقدام به فروش هروئین کرده بود، برای همینم دستگیرش کردن. اون آنها را لو داده بود و حالا شاهد پلیسه. بگو کجا میتونم پیداش کنم؟ جایی نزدیک بمبئی تحت حفاظت شدید پلیس زندگی میکنه. دقیقاً کجا زندگی میکنه؟ بالا تو بهش بگو. بهتره چند روز دست نگه داری. نمیتونم صبر کنم. برادرم مرده. ای ویشنو گوش کن، از نظر اونا تو اصلا وجود نداری. اونا به من شک میکنن. بالا برات توضیح میدم. اون چه نسبتی با تو داره؟ اون هیچی، فقط برام کار میکنه. اسمش چیه؟ آجی. آجی؟ آره. تصور کن آجی برادرته. منظورتو نمیفهمم. حالیت میکنم. ویشنو، من آجی برادرتو جلوی چشمت کشتم. تو مرگشو دیدی. میخوام بری و اون محل رو برام پیدا کنی. روششم که یاد گرفتی هر کسی نخواست بهت کمک کنه باش چی کار میکنی؟ همون کاری که من با تو میکنم. بذار ببینم چی کار میکنم. ویشنو خوبه. تو میری دنبال تامر، منم میرم سراغ پلیسا. انصاف نیست. حتی تو اولین تعلیقم هم انقدر بیقرار نبودم. این انصاف نیست قربان. ردی که یه مددکار اجتماعی نبوده، چرا باید به خاطرش تعلیق بخوریم؟ ای گردن کلوف، بیا بگیر بشین اینجا. باید از این لحظات لذت ببری. آره مشمایش، بیا بشین. اگه عضو تیم منی باید منتظر تعلیقای بعدی هم باشی. بازنده چی شده جناب مأمور ویژه؟ فکر کردم عملیات با موفقیت انجام شده و قبل از ازدواجمون یه ترفیع حسابی میگیری، ولی به جاش تعلیق خوردی. دم عروسیمون بدبخت شدی. فقط 50% از حقوقمو کم میکنن. واه، مگه حقوق چقدر بود که 50% هم کم کنن؟ آخه این دیگه چه قسمتی بود؟ अरे मैडम उतना ज्यादा वक्त मिलेगा साथ रहने को। शादी हनीमून मजा करो। अरे किस्मत तो मेरी फूटी है, लड़की नहीं मेरे पास। हाँ लास्ट टाइम थी लेकिन मैं सस्पेंड नहीं था ना। بگو ببینم رشنا این از کجا پیدا کردی؟ خیلی خوب، خداحافظ. متشکرم قربان. آتول و سواتی هم دارم میان. جدی؟ راستی میدونستی سواتی دیگه با آتول حرف نمیزنه؟ سواتی دیوانه است. آتول خیلی تو کارش جدیه. هر کس پاش از گلیمش دراستر کنه با قانون جلوش وای میسته. میدونستی چند وقت مسئول امور تعلیقی ها بوده؟ بریم. تو حس خوبی به هم میدی. خوشحالم که اینجا. همین که میبینم این توپا دارن آروم آروم رها میشن و به بالا میرن برام آرامش‌تر میشه. تو از عکاسی خوشت میاد؟ نه؟ چرا این حرف میزنی؟ خب چون اینجا مثل اتاق ظهور عکس تاریکه. خب من از تاریکی خوشم میاد. ولی دیگه قرار نیست خوشت بیاد. در ضمن سکوتم خوشم میاد. بهتره با این چیزا خداحافظی کنی. حالا بعضی وقتا میتونی خونه رو تاریک کنی ولی سکوت حرفش هم نزن. مادر برو ببر اون بر. شما کی هستی؟ تو کی هستی؟ چی کار ویشنو؟ مگه تو کنیا نمرد؟ نه نمردم. نه تو منباسه مردم، نه تو مرکز خریدی که تو پلیس کشوندی اونجا. غلط کردم.
غلط کردم نه بیشتو خواهش میکنم بس کنم غلط کردم منو ببخش بیشتو خواهش میکنم منو ببخش غلط کردی؟ آره پس حالا باید تاوانشو بدی بله رئیس همه خانواده‌شو بکش نه بیشتو مسئول این اتفاق منم با اونا کاری نداشته باش هر کاری میخوای میکنم هر کاری میخوای با من با اونا کاری نداشته باش من تو رو هم مجازات میکنم بالا هرچی بیشتر گریه کنی پشیمونیت کمتر میشه و من اصلا دلم نمیخواد پشیمونیت کم بشه Darkness, silence, distance. सस्पेंड होने के बाद भी एसीपी खेलना बंद नहीं करते? मैं आप होती ना तो यहाँ मेरे साथ बैठी होती, आपको थोड़ा दाना डालती, हाथ पकड़ने से स्टार्ट करती और फिर कहाँ रुक जाती है आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब ऐसे क्यों है? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कोई ट्रैजिक बैक स्टोरी नहीं। फिर भी आई एम स्टिल अ लिटिल क्यूरियस। इतना फोकस, इतना पैशन, बिना किसी बैक स्टोरी के, why are you fighting so hard without any appreciation? पहले IPS, फिर क्राइम ब्रांच, फिर NCB, क्यों? तुम्हारी भी तो कोई बैक स्टोरी नहीं है, तो तुम एक NGO के लिए क्यों काम करती हो? खुश रहना, खुशियां बांटना मेरा प्रॉब्लम है। आपका क्या प्रॉब्लम है? So why do I do what I do? आजकल पेरेंट्स का सपना नहीं होता कि उनके बच्चे आर्मी में या पुलिस में जाएं। वो चाहते कि उनके बच्चे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करें, डांसिंग सिंगिंग सुपरस्टार्स बने। तो ये सब काम कौन करेगा? आज मुंबई के किसी क्लब में 1 तोला हेरोइन खरीदने वाला टीनेजर ये नहीं जानता कि उसी 1 तोले के साथ शायद ताज या CST में चलने वाली एक गोली वो खुद फाइनेंस कर रहा है। الو تامر و تمام اعضای خانواده‌اش کشته شدن. بگو ارتور. میگفتم یکی میخواد انتقام ردیو بگیره. و این یعنی هنوز مغز متفکر این گروه زنده است. گمونم همینطوره. به رئیس و وزارت خونه اطلاع بده. میخوام مسئولین حقوق بشر رسما به این مسئله رسیدگی کنن. بس کن یاش. انتظار داری چی بگم ارتور؟ ولش کن. بله. خبر تامر رو گرفتی؟ شما؟ من همونی هم که الان داشتی بهش فکر میکردی. تامر نباید اون اطلاعات در اختیار شما میذاشت. این کارو کرد و مرد. شما 4 تا هم نباید اونا رو میکشتید، ولی کشتید. اشتباه کردید. حالا شما هم باید بمیرید. در ضمن امیدوارم آخرین فیلم زندگی تو که با اون دختر تماشا میکردی هرگز فراموش نکنی، چون بعد از کشتن تو اون دختر رو میدزدم تا روحت بعد از مرگم عذاب بکشه. خودتو معرفی کن. مأمور ویژه یشوردن. وقتی اسممو بهت میگم که دیگه هرگز فراموشش نکنی. برگام این یه درخواست رسمی نیست، ولی باید بدونم این تلفن از کجا زده شده. یادو؟ بله قربان. برو تو کوچه چرخی بزن ببین کسی این اطراف هست یا نه. بله قربان. بله یاش. فکر کنم پیداش کردیم. برای تمام مراکز و مامورا پیغام بفرست. بگو هر چه سریعتر بیان سمت خونه من. چشم قربان. مسلح باشن. بهشون بگو با اتوبوس و تاکسی بیان. نباید از ماشینای اداره استفاده بشه. باشه. تمام. قربان. بله. یه ماشین اون بیرونه. فکر نکنم مال این اطراف باشه. ماشین؟ بله قربان. گوشه کوچه پارک کرده. پلاک ماشینش مال شهر تانه. رجسٹریشن نمبر ہے.
چی شده؟ همه چی رو به راهه؟ مجبوریم بریم خونه آتول. او تو همیشه از این مسیر میری خونه آتول؟ یا میخوای منو تحت تاثیر قرار بدی؟ اولین باری که اومدی اینجا خواستم همه راه ها رو بهت نشون بدم. بیا. بله. هنوز تو خونن؟ آره. دختر چی؟ اونم تو خونه است. تو اتاق نشیمن. وضعیت امنیتی چطوره؟ فقط یه نگهبان است. کسی دیگه اون اطراف هست؟ ماشین پلیس یا آدم مشکوکی؟ نه. میتونیم همین الان بکشیمش؟ سلام سواتی. سلام. سلام. بیا بریم تو میخوای همین الان بری؟ آره. باشه. سواتی. چی؟ مایا خیلی خب باشه ازش خدافزی کن چون موبت یادم شده. نه ما قبل از اینکه از خونه بیایم بیرون از هم خدافزی کردیم. آره. باشه. خداحافظ مایا. آتول میام زود میام. شب خیر. باشه خداحافظ. شب خیر. کی بوده؟ خط ردیابی کردیم. برای به مرکز مخابراتی در چین رسیدیم. شماره جری بود. همینطورم سیم کارت. که اینطور میدونستم. رئیس چی گفت؟ رئیس گفت کاملش و ماهیش و چند تا نیروی کمکی هم برای شناسایی باید اونجا باشن. هدف اصلی تو هستی. پس حضور تو هم ضروریه. اسلحه چی میشه؟ فکر نمی کنم اصلا نیازی به اسلحه پیدا کنی. کسی که تامر و خانواده‌اش اونطوری قتل عام کرده باید از آدمای نزدیک به ردی باشه. اون حتی ردی رو عناصر نمی‌زد. خیلی هم عصبانی بود. اون حتی میدونست بعد از دفتر سواتی با هم رفتیم سینما. مطمئنم بیرون خونم به پا گذاشتم. حدس میزنم به احتمال زیاد امشب به خونم هم نمی‌رم. اون وقتی که میتونیم هویتشو شناسایی کنیم. اگه خودشو نشون نداد چی؟ نشون میده. باید غافلگیرش کنیم. اومدن. سلام بچه‌ها بیاین اونجا. قربان. ببخشید بچه‌ها. شبتون رو خراب کردم. اشکالی نداره قربان. خیلی خوب. یا امشب یه برنامه مهیج داریم یا هیچ اتفاقی نمیافته. اگه اتفاقی نیفتاد منو ببخشید. و اگه افتاد از برنامه لذت ببرید. بله قربان. در ضمن سه تا از ما اسلحه نداریم. فقط میتونیم تماشا کنیم یا حداکثر فرار کنیم. بریم. ما هیچ کامل. اون در بزرگ سیاه. بیا بیرون. نگیرش. بگیریدش. فرار بی پایکن. اسلحه تو بنداز دستا بالا. اسمت یادت اومد؟ امشب باید اسمتو بهم بگی. انقدر عجله نکن. بهت میگم ولی به موقعش. وقتی انداختم به تو رفتاری مطمئنم با کمال میل اسمتو بهم میگی. اصلا دستت به من میرسه که بندازیم تو هلفتونی یشورده؟ به نظر من که نمیتونی حداقل تو این زندگیت.
ویشنا خوب تو کلت فرو کن، اسم منو فراموش نکن. ویشنا مطمئناً اون با حیدرآباد در تماسه. در اوج عملیات ما 10 میلیارد روپیه در امپراتوری یردی سرمایه گذاری شده و ما ویشنا رو کاملا فراموش کردیم. اون ماشین 20 سرنشین چی شد؟ دزدی بود قربان، یه روش کاملا معمول. اجساد اون تبهکارایی که این عملیات کشته شدن و شناسایی اطاعت قربان. از پلیس بمبئی و حیدرآباد هم کمک بگیرید. چشم قربان. جاتاو قربان؟ فردا صبح باید بری حیدرآباد. بله قربان. ولی قربان خیلی ببخشید، من و یاش این پرونده رو به خوبی میشناسیم. من نمیتونم تعلیق و لغو کنم. وزارت خونه باید دستورش رو بده. قربان این آدم‌ها خطرناکن و بیرحم. مطمئنم ساکت نمیشینن. اون به زودی دوباره به ما حمله میکنه. خواهش میکنم تعلیق ما رو لغو کنید. ما توهم برات نداره یاش. اون میدونه ما آماده باشیم. مطمئنم قبل از حمله دوباره 10 بار رو نقشش کار میکنه. متشکرم. واسو تلفن کرد. بعد جوری ترسیده. تو این کار یا باید به فکر جونت باشی یا به فکر پول. ما داریم هر دو رو از دست میدیم. تا حالا هیچ کدوممون به پلیس حمله نکرده. هیچکی جگرشو نداشته. من اولیشم. به واسو بگو بعد از اینکه حسابمو با اون 4 نفر تصفیه کردم دیگه هیچ وقت پلیس نمیتونه مزاحممون بشه. میرم بخوابم، فردا صحبت میکنیم. تو هم بهتر استراحت کنی باشه؟ شب بخیر. ببخش صحبتی که بیدارت کردم. اشکال نداره. اتاق طبقه بالاست. چی شده؟ چیزی میخوای؟ نه هیچی. خیلی خوب. کجا میری؟ میرم بخوابم. تو دیگه کی هستی؟ یعنی نمیخوای یه سر به مایا بزنی؟ طفلک خیلی دلواپست بود. بی زور خوابوندمش. برو یه سر بهش بزن. باشه؟ ایسی بیسا کجا بودی؟ منو دست بسته آوردی اینجا، خودت گذاشتی رفتی. خب بهتر بود میرفتم خونه خودم. فعلا نباید بری خونه خودت مایا. زندگی در خطره. من که از کسی نمیترسم، ولی از اینکه مدت طولانی تو خونه یه آدم دیگه بمونم میترسم. مایا جدی میگم. منم جدی میگم، قسم میخورم. میدونی چیه؟ برای همین بود که میگفتم نمیخوام با کسی رابطه داشته باشم، چون میدونستم اگه همچین موقعیتی پیش بیاد تو نمیتونی درکش کنی. یعنی اینجا امنه؟ I'll take it. इससे तो सेफ जगह हो ही नहीं सकती दुनिया में. प्रॉब्लम सॉल्व्ड. टोटल लॉस हो तुम. एकदम पागल. सेम एक्शन में देखा था. कोई एसिड भी फेंकता तो आप कूलली खड़े हो जाते. अपने आप पे भरोसा रखिए सर. You're quite good. माया. यशवर्धन. Don't stop, don't stop. मैं अंडरएज नहीं हूँ. आई कार्ड है मेरे पास, दिखाओ. ببینم وقتی یه نفر تو بازجویی باهاتون همکاری نمیکنه برای به حرف آوردنش چی کار میکنه؟ ها؟ حرف بزن. شاید بهتر خودم راهشو پیدا کنم.
What'll I do without you? 1 महीने पहले बोला था what'll I do with you. काफी कंफ्यूज्ड है आप. Hello? ازتون خواهش میکنم بذارین اون بره. آفرین هدیه من به پلیس مواد مخدر. بلش کنین راچنا. چطور جرأت کرده؟ یاش، من تعلیق تو لغو میکنم. با وزارت خونم حالا تماس میگیرین؟ حالا؟ تا حالا احتیاجی به ما نبود؟ شما فقط میخواستین رؤساتون توی وزارت خونه راضی باشن، وگرنه الان ماهیش زنده بود. شما اونو بی دفاع گذاشتین، حتی اسلحه شخصیش هم گرفتین. الان هم یه افسر تعلیق خورده کشته شده. گفتم نمیشه با اینا معامله کرد. گفتم اون یه حیوانه. اون با خون سردی تمام جفتشونو کشت و با این کار میخواست خودشو به ما ثابت کنه. و ما چیکار کردیم؟ از قانون پیروی کردیم. و قانون چی میگه؟ بذاریم بیگانه ها بمیرن. همیشه بعد از کشته شدن مردم وزرا شروع میکنن به حرف زدن، اظهار تأسف کردن. نمیدونم چرا وقتی هنوز مردم زندن کاری نمیکنن. بیایید نظارت بگین که ماهیش مرتکب خطایی نشده بود. کشتن ردی جانی خطاست؟ اون یه آدم کش تمام عیار بود. قبول دارم که اشتباه کردم. پیداش کنین و بکشینش. هیئت نظارتم بسپارین به من. داری کدوم گوری میری ها؟ پاشتا ببینم.
بگو ویشنا کجاست، بگو حرف بزن لعنتی. واسو کجاست؟ بهتون که گفتم من هیچی نمیدونم. من هیچی نمیدونم. من هیچ. طبق اطلاعات پلیس حیدرآباد ویشنو در مومباسا کشته شده. آدمایی که تو خونه یاش کشته یا دستگیر شدن برای ساختمانساز به اسم واسو کار میکردن. یه حس قوی بهم میگه اگه واسو رو پیدا کنیم ویشنو رو هم پیدا میکنیم. واسو کجاست؟ میخواین من با خواهر مایه صحبت کنم و تاریخ عروسی عوض کنی؟ برای چی؟ چرا باید تاریخ رو عوض کنیم؟ شما خیلی تلاش کردین ولی هنوز نتونستیم ویشنو رو دستگیر کنیم. این فقط بستگی به زمان داره. ما که نمیتونیم به خاطر اون زندگیمون رو متوقف کنیم. ولی اون باید ازدواج کنه. من و ماهیش و هر افسر دیگه ای ممکنه به خاطر کارمون تمام زندگیمون رو تحت شعاع قرار بدیم. فقط میگم شاید بهتر باشه کمی صبر کنیم تا اوضاع آرومتر بشه. اینجوری سواتی تو که میدونی برای ما هیچ وقت اوضاع آروم نمیشه. تو که خودت بهتر میدونی. امروز ویشنو، فردام یکی دیگه. من نمیفهمم خب چرا نباید احتیاط کنیم؟ مگه چی میشه اگه چند روز تاریخ عروسی رو جابجا کنیم؟ اون وقت برای ویشنو و بقیه مجرما پیغام فرستادیم که ما میترسیم. ولی مگه خودت نگفتی؟ اگه نذاری به خاطر ترس زندگی عادیت جریان داشته باشه در حقیقت خودت زندانی کردی. فردا بعد از مراسم عروسی مایه رو میارم اینجا و مایه اینجا با من زندگی میکنه. در نتیجه همه با هم میریم ها؟ نه. من مایه رو فردا میارم اینجا. جشن اصلی رو میذاریم برای بعد از مرگ ویشنو. ब्रह्मादिरक्षिता पूजन भूतदेवताय सनिध्यं बहुत नमो इदं नमः स्वाहा रक्षभ्यं बहुत नमो पुष्पार्थे पुष्पसनिध्यं बहुत नमो स्वाहा الو؟ سلام. بالاخره تلفنتو جواب دادی پس مراسم تموم شده. لطفاً همینجا نگه دار. ممنون. من اینا رو میبرم خیاطی باشه. یه دقیقه صبر کن، من ماشین رو پارک میکنم و میام. چرا اینقدر نگرانی؟ آروم باش. سواتی ببخشید دوست عزیزی داره سعی میکنه نهایت حفاظت از من به عمل بیاره. دلم براتون خیلی تنگ شده. خب زودتر برگرد بیا دیگه. حالا بهتره تلفن رو قطع کنی و بری پیش عروس زیبات. خواهش میکنم. خداحافظ. خیلی خوب خداحافظ. منو شناختی؟ ویشنو.
خوشحالی؟ महेश मैंने तो कहा था यश, सब कुछ भूलने के लिए टाइम लगता है. باید عروسیمونو دیرتر میگرفتیم. نگران نباش. تو خوشحالی؟ دوست دارم حس قلبی تو بدونم. من خوشحالم. خیلی چیزا هست که دوست دارم بهت بگم، ولی نمیدونم چرا. الان هیچ کدومشون به زبونم نمیاد. اگه حرف نزنی عجیب و غریب میشی. चाहूं भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है. लहर सपनों के कैसे गिनूं दरिया बहता ही रहता है. चाहूं भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है. लहर सपनों के कैसे गिनूं दरिया बहता ही रहता है. कह रही है क्या ये सुनो मेरी खामोशियाँ, रात से है लंबी कहीं दिल की ये दास्तां. कैसे कहूँ तुमसे मुझे ये कहना था, वो कहना था हमदम हो सामने तो क्या कहूँ, क्या कहना था हमदम. कैसे ये जज्बात है इस दिल में तो दिन रात है. होठों पे क्यों आने से ये शर्माते हैं, आँखों में क्यों ये हर घड़ी आ जाते हैं. चाहूं भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है. हम क्यों कहें जो अनकही एक बात है जानम. धड़कन कहे धड़कन सुने वो रात है जानम. दिल बोले बिन है बोलते सब राज है ये खोलते. जब ख्वाब है जज्बात है एहसास है, तो कहना क्या तो सुनना क्या हम पास है. चाहूं भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है. लहरें सपनों की कैसे गिनूं दरिया बहता ही रहता है. कह रही है क्या ये सुनो मेरी खामोशियाँ, रात से है लंबी कहीं दिल की ये दास्तां. कैसे कहूँ
ویشنو این دشمنی بین من و توه. مایه رو ول کنیم. به خیالیش حداقل برای نجات این باید یه راه حل بهتر پیدا کنی. به هر حال این مسئله دقیقاً بین من و تو نیست. فروش مواد مخدر شغل منه و مبارزه با اون شغل تو، ولی تو کارتو درست انجام ندادی. تو باید به وظیفت عمل میکردی و آنها رو دستگیر میکردی، پس من مجبورم کارای نیمه تمام اونو تمام کنم. در افتادن با من تصمیم بدی بود. ترسن تو آنها رو کشتی. تو بدجوری منو عصبانی کردی و حالا وقتشه که تاوانشو پس بدی. نه، قرار ما این بود که من بهت بگم یاش کجاست تا هم فوری سواتی رو آزاد کنی. قرار این بود. اشتباهه. من گفتم وقتی سواتی رو آزاد میکنم که یاش کشته شده باشه. اگه تو نتونستی یاشو بکشی به من چه ربطی داره؟ ربطش به تو اینه که بردیش بیمارستان تا گلوله ها رو از بدنش در بیارن. اشتباه کردی، ولی هنوز برای جبران اشتباهت فرصت داری. من یه شانس دیگه بهت میدم. نه من نه هیچ کدوم از آدمام نمیتونیم بیایم اونجا. تو تنها کسی هستی که اونجایی. با کشش منم سواتی رو آزاد میکنم. یه نوار قلب ازش بگیریم. قبل از تزریق دکتر؟ بله بهتره قبل از تزریق بگیریم. گزارش میکنیم که یاشواردان مأمور ویژه مواد مخدر در حال حاضر اونجا بستریه تا گلوله هایی رو که وارد بدنش شده خارج کنن. ACP یاشواردان برای عروسیش به پانچگانی رفته. به گزارش پلیس عروس هم رو بوده شد. ظاهرا چند گلوله به مأمور ویژه یاشواردان شلیک میشه. بعد توسط همکارانش به بیمارستان منتقل میشه. پزشکان معتقدند که او بهبود پیدا خواهد کرد. او در 6 ماه گذشته 4 گنگ بزرگ مواد مخدر رو به طور کامل از هم پاشیده. بر طبق گزارشات رسیده یکی از این گروه‌ها قصد جان او را کردند و بهش حمله کردند. بر اساس گزارشات قرار بوده زود بهبود پیدا کنه، ولی متاسفانه امروز ناگهان دچار تنگی نفس شده و ایست قلبی کرده. کشتمش. آدرس رو برات میفرستم. بهتره تنها بیای. میتونی بیایی و زنتو ببری. چی بهت گفت؟ سواتی کجاست؟ یه جایی در آلیپاق. چند تا منطقه در آلیپاق داریم؟ 6 تا. رئیس پلیس اونجا کیه؟ گایتونده. میشه تا یه گروه ضربت تشکیل داد؟ معلومه. سوینت چند تا ماشین داریم؟ 4. یاش متاسفم.
این چه کاری بود که من کردم؟ هر کدوم از ما بود. برای سواتی هم این کارو میکرد. اتفاقی براش نمیفته. و مایا؟ پیداش میکنیم اتون. فعلا میدونیم سواتی کجاست. اول میریم سراغ اون. وضعیت طوری چیزی که ما میتونیم نیست. خودمون فوراً بریم گروه دنبالش. ضربت آماده کنیم. زود برگردین رو تختتون. گوش کنین خانم پرستار. اگه میخواین در حق من لطفی بکنین لطفاً یه مسکن بهم بدین. نه هیچ چیز دیگه. اگه بیهوشم کنین هر چه دیدین از چشم خودتون دیدین. یاش چی شده؟ برگرد. چی شده؟ هیچی، فقط باید زودتر بریم. برو کنار. سواتی یاش کمکم کن. یاش کمکم کن. یاش کمکم کن. یاش کمکم کن. همش تقصیر من بود سواتی. یاش الو آتول هست؟ آتول میدونم اون چه نیست. افسری که خودش به اندازه کافی وجدان داره رو نباید کشت، چون به محض اینکه متوجه اشتباهش میشه خودشو میکشه. مطمئن باش خودت هم اینقدر را زنده نمیمونی. مایا، من اونو نمیخوام. اون سته که مردن. حالا تو رو میخوام. خودت میای یا علاقه‌ای به زنده موندن تازه عروس رفیق مردت نداری؟ تو میخواستی کلک تک تک ما رو بکنی. لعنتی نشونت. میخوای چی کار کنم؟ تو هنوز زنده ای؟ میخوام بکشمت. پس بهتر خودت تنها بیای. به نفعت اشتباه آتول رو تکرار نکنی. اگه گروهتون رو ببینم ممکنه خودت زنده بمونی، ولی مسئول مرگ مایا خواهی بود. خودم تنها میام.
فقط تو باقی موندی. کامش من خوبم یاش، من خوبم. برو دیگه، برو حسابشو برس. اون لچه رو بکش. لازم نیست بیایی این بالا. عروستو برات میفرستم پایین. مایا एक दिन आंखें बंद करके तुम्हारी बाहों में चैन से मर जाना चाहती हूँ। एक ही सपना पूरा हुआ, इसी भी सब बाकी सब रह गया। माया, माया, माया। माया, माया। بهت که گفته بودم بعد از مرگتم عذاب خواهی کشید.
یاش بله کامرس. یه سری اطلاعات جدید رسیده. باشه دارم میام. امشب یک کمی دیر میام خونه. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.